سلام، به مدرسه فارسی LELB سوسایتی خوش اومدین. امروز میخوایم درباره ترس و اضطراب در کودکان صحبت کنیم. ترس و اضطراب در کودکان به ویژه در ورود به محیط‌های ناآشنا مثل مهد کودک و مدرسه یکی از دغدغه‌های رایج والدین هست. نگرانی و اضطراب یک رویداد طبیعی هست که به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کنه. ترس از تاریکی، ترس از تنهایی در خانه، نگرانی در محیط‌های ناآشنا، اضطراب جدایی در بدو ورود به مهد کودک یا مدرسه، همگی نمونه‌هایی از نگرانی و اضطراب کودکان هست. در این ویدیو ما می‌خواهیم با شما دانش و راهکارهای عملی و درست برای مواجهه با ترس و اضطراب کودکان رو به اشتراک بذاریم. می‌خوایم بدونیم چطور به جای یه فرزند خجالتی و محتاط یه فرزند شاد، مسئول و با اعتماد به نفس داشته باشیم. با ما همراه باشیم. ترس و اضطراب یک احساس طبیعی انسانی است که در کودکان با واکنش‌هایی مثل گریه، ناراحتی و بیقراری غیرقابل کنترل نشون داده میشه. گاهی هم این احساسات در حالت تشدید به شکل‌های جسمی، واکنش‌های جسمی مثل تپش قلب، تنگی نفس، تهوع و دلدرد خودش رو نشون میده. نشانه‌هایی از ترس و اضطراب که در کودکان میتونیم ببینیم، نگرانی یا ترس بیش از حد در موقعیت‌های روزمره است. همین که کودکان به والدین یا مراقب خود میچسبند و گریه میکنن، یا اینکه در تمرکز یا خواب مشکلی دارن، یا خیلی زود عصبانی میشن، تندخو هستن، یا به فعالیت‌های خاص یا مکان‌های خاص که باهاش ناآشنا هستن وارد نمیشن، و یا علائم جسمی مثل دلدرد، سرگیجه و ناراحتی‌های مختلف نشونه‌هایی از ترس و اضطراب در کودکان هست. در اینجا می‌خوایم 11 راهکار کلیدی برای کنترل ترس و اضطراب در کودکان رو با شما در میون بذاریم. خب، یکی از راهکارهای مهم و اساسی ارتباط باز و صمیمی هست. احساس امنیت در ابراز احساسات درونی برای کودکان خیلی مهمه. والدین باید فضای امن برای فرزندان ایجاد کنند تا اونها به راحتی نگرانی‌های خود رو به زبون بیارن. باید بدون قضاوت و صبورانه به اونها گوش بدیم، احساسهاشون رو تایید کنیم و حتی از اینکه کودک ممانعت بکنه از ابراز احساساتش اجتناب بکنیم. این هم نیازمند یه ایجاد ارتباط صمیمی و مؤثر با فرزندانمون هست. باید این ترس و اضطراب رو برای بچه‌ها عادی سازی کنیم. یعنی بهشون بگیم که این یک احساس طبیعیه که همه ما اون رو تجربه کردیم. میتونیم داستان‌ها یا خاطراتی که در مورد ترس‌ها و اضطراب‌های خودمون در کودکی داشتیم با اونها به اشتراک بگذاریم. باید به بچه‌ها آموزش بدیم چطور
موقع ترس خودشون رو آروم بکنن. تکنیک های آرامش بخش مثل تمرین تنفس عمیق رو در بازی با عروسک ها به حالت نمایشی به فرزندان نشون بدیم. تکنیک های آرامش بخش رو هنگام بروز ترس با هم انجام بدیم تا فرزندان احساس آرامش بکنن. یکی دیگه از راهکارها به چالش کشیدن افکار منفی هست. الگوهای تفکر منفی که اضطراب رو تقویت میکنه رو باید به بچه ها نشون بدیم. باید افکار غیر منطقی اونها رو به چالش بکشیم. اگه میترسن هنگام دوری برای شما اتفاق بدی بیفته، مثلا شواهدی رو بیارید که زمانهایی رو رفتید و سالم برگشتید و به این ترتیب اون فکر منفی رو از ذهن اونها پاک میکنید. و اما درمان مواجه سازی. فرزندان رو باید به تدریج در محیط‌های امن و کنترل شده در معرض اضطراب‌هاشون قرار بدید. کودک رو در مواجهه با موقعیت‌های جدید و ناشناخته مثل شرکت در کلاس‌های مورد علاقه‌شون از جمله ورزش، نقاشی، موسیقی یا قصه‌گویی قرار بدید. این کار به اونها کمک میکنه که اعتماد به نفسشون بالا بره، ترس‌هاشون رو به طور ناخودآگاه کنار میگذارن. ایجاد و حفظ عادت. محیطی قابل پیشبینی و باثبات با برنامه‌های منظم خواب و غذا برای کودکان فراهم کنید. حفظ روال و عادی شدن به کودکان مضطرب احساس امنیت میده. تقویت مثبت. همیشه شجاعت و پیشرفت فرزندان رو در مدیریت ترس و اضطراب‌هاشون جشن بگیرید و اونها رو تشویق کنید که چطور به راحتی اون ترس‌هاشون رو کنار گذاشتن. صبر و پشتیبانی والدین خیلی مهمه. به یاد داشته باشید که شما تنها نیستین. بسیاری از کودکان در سنین خاص اضطراب رو تجربه می کنن. غلبه بر اضطراب کودکان به زمان و حمایت والدین نیاز داره. صبر و حوصله والدین در برخورد با واکنش‌های مربوط به اضطراب کودکان خیلی مهمه. واکنشی که ما نسبت به کودکان نشون میدیم باعث میشه که اونها این ترس و اضطراب هاشون رو درونی بکنن یا اینکه در مواجهه با محیط های مختلف اون رو رفع بکنن. باید کودکان رو تشویق کنیم درباره ترس هاشون و نگرانی هاشون صحبت بکنن. کودکان رو با همدلی و همصحبتی در روبرو شدن و فرار نکردن از ترس هاشون کمک کنید. احساس امنیت در گفتگو درباره ترس به کودکان کمک میکنه با ترس هاشون کنار بیان. علاوه بر اون کودکان از رشد رفتاری و عاطفی خود در تعامل با والدین لذت میبرند. ترس رو به قطعات کوچک تقسیم کنید و هر کدوم رو مرحله به مرحله بررسی کنید. به یاد داشته باشید برای کودکان عادیه که ترس رو تجربه کنن، اما آموزش خودتنظیمی و استقلال به اونها قدرت میده تا با گذشت زمان
با نگرانی هاشون بهتر کنار بیان. و اما اگه اضطراب فرزندان به قدری شدید هست که در زندگی روزمره اونها اختلال ایجاد میکنه، باید به دنبال کمک حرفه‌ای باشید. درمانگر کودک با ارائه برنامه‌های درمانی تخصصی میتونه والدین رو به ابزارهایی برای مدیریت مؤثر ترس و اضطراب در کودکان مجهز بکنه. اما می‌خواییم درباره بازی‌های مؤثر برای کنترل ترس و اضطراب در کودکان هم با شما صحبت کنیم. بازی‌ها ابزاری قدرتمند برای یادگیری و رشد کودکان هستند. بازی‌ها نقش مؤثری در خودآگاهی، تقویت شجاعت و مدیریت اضطراب کودکان دارند. بازی‌های هدفمند و خلاقانه به کودک در مقابله با ترس‌هاشون کمک می‌کنه. کودکان یاد می‌گیرن چگونه اعتماد به نفس خودشون رو افزایش بدن. علاوه بر اون مهارت‌های مقابله‌ای مفید برای مدیریت اضطراب خود رو در دنیای واقعی به شکل عملی کسب می‌کنن. حالا تعدادی از بازی‌های کاربردی و عملی برای کودکان در جهت تقویت شجاعت و مدیریت اضطراب رو در اینجا آوردیم. بازی نقش‌آفرینی به کودکان فرصت میده تا در دنیای خیالی نقش‌های مختلفی رو امتحان کنن. کودکان با ترس و اضطراب‌های خودشون در یک محیط امن مواجه میشن. برای مثال بازی نقش‌آفرینی در مورد رفتن به دکتر، صحبت کردن در جمع، مواجهه با یک شخصیت ترسناک رو با کودک انجام دهید. کودک در واکنش به هر کدام از این صحنه‌ها رفتارها و ترس‌های خودش رو نمایان میکنه. والدین علاوه بر شناسایی ترس‌ها و نگرانی‌ها، راهنمایی‌های مقابله با اونها رو هم به کودک نشان میدن. بازی‌های خلاقانه، نقاشی، داستانگویی و ساختن اسباب بازی در بیان احساسات مختلف به کودک کمک میکنه. کودکان با نقاشی اضطراب‌های خودشون رو به تصویر میکشن. کودکان در داستانگویی به شکل اکتیو و خلاق با مشکل‌های موجود روبرو شده و راه حل‌های خود رو برای اونها ارائه میدن. بازی‌های حرکتی، دویدن، پریدن و آواز خوندن به آزادسازی انرژی عصبی و کاهش استرس در کودکان کمک موثری میکنه. علاوه بر آن، این بازی‌ها به افزایش اعتماد به نفس و حس توانمندی در کودکان هم کمک میکنه. بازی‌های فکری و حل معما، بازی اختلاف تصاویر به تقویت مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی در کودک کمک میکنه. کودکان با طرح پرسش و یافتن پاسخ‌های متفاوت یاد میگیرن تا با چالش‌ها و مشکل‌هاشون به روشی مؤثر مقابله بکنن. بازی‌های گروهی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی از جمله همکاری و تعامل با دیگران خیلی مؤثر هستند. بازی‌های گروهی با افزایش احساس تعلق و اعتماد به نفس موجب کاهش اضطراب میشن. بازی‌هایی مثل طناب کشی، صندلی خالی،
مار و پله و غیره از جمله بازی‌های گروهی جذاب برای کودکان هستند. و اما 4 نکته طلایی رو هم برای مدیریت اضطراب کودکان با بازی باید در نظر داشته باشید. انتخاب بازی برای فرزندان باید بر اساس توانایی، سن، علاقه و سطح اضطراب اونها باشه. بازی باید به شکل جذاب و سرگرم کننده برای کودکان باشه. بازی باید راههایی برای تشویق موفقیت و پیشرفت کودکان داشته باشه تا کودکان تجربه لذت بخش و مثبت از نتیجه بازی دریافت کنند. کودکان باید در بازی فرصت مطرح کردن و پاسخگویی به ترس‌ها و نگرانی‌های خودشون رو داشته باشند. خب امیدوارم از همه مطالبی که در این ویدیو برای شما تدوین کردیم درباره ترس و اضطراب کودکان براتون مفید بوده باشه. امیدواریم با درک اضطراب و اجرای این راهبردها بتونیم فرزندانمون رو برای مدیریت ترس و اضطراب هاشون توانمند کنیم تا زندگی شاد و لذت بخشی رو داشته باشن. من برای همین موضوع هم یک داستان کوتاه به نام سنجاب کوچولوی نترس برای بچه ها تدوین کردم که تو سایت lelb.net میتونید برای بچه ها بذارید ببینن. تا یک ویدیوی آموزشی دیگه شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.